دوستان عزیز سلام. بعد تنفس‌های نچندان طولانی نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل را منظورتان میکنیم. برنامه‌ای که موضوعهای خیلی مهمی ورزش رقم اول را فراگیر است. اول از آن میگوییم که سابق نیم حمایتگر اسپارتاک مسکو یوریت هندریکس به چمپیونات استرالیا رفت و به صف وسترن سیدنی پیوست. نیدرلندی 28 ساله با تیم استرالیوی شرطنامه به 1 سال امضا نموده. تیم آخرین هندریکس فورتونا از دوسلدورف بود که آن را او با انجام موسم ترک نمود. این حمایتگر همچنین در صف دسته‌های فینورد، اسپارتاک و PSV بازی کرده است. در آلمان باشد هوفنهایم با نرخ 14 میلیون یورو حمله‌ور آوگسبورگ مرگین بیریشا را به دست آورد و شرطنامه مهلتش تا ماه ایون سال 2027 امضا کرد. در موسم قبلی بوندسلیگا بیریشا 9 گل و 3 پرتافت گلی در 24 بازی به نامش نوشته کرد. هوفنهایم هم با امید بازگشت به چهارگانه بزرگ که یک زمان دوران شیرین اتفاق افتاده به چین زور و توانش در بازار دو داشت. اما بر زمین یکی از اساس‌ترین گزارش‌های انجام شده ترانسفری در آلمان بی شک و شبهه به باواریا ربط دارد. یا خود چی طور بنجامین پاور جنجالی اخیراً تابستان از میونخن راهی گریز پیدا کرده توانست بعد آن که اینتر به دادش رسید. باشگاه میلانی دفاعگر فرانسوی را با ارزش 3.2 میلیون یورو خریداری نموده. دفاعگر 27 ساله با تیم نوش به مهلت 5 سال شرطنامه بست. پیشتر خبر داده میشد که باواریا 30 میلیون را به طور فوری وقتی گزارش به دست آورده باز 2 میلیون دیگر در شکل علاوه پولی ها پرداخت می شوند. موسم قبلی بوندسلیگا پاور 30 بازی گذرانیده 4 گل هم زده بود. دفاعگر فرانسوی باشد و صف قهرمانان همیشگی آلمان از شتوتگارت تابستان سال 2019 با ارزش 35 میلیون یورو گزارش کرد. یعنی معلوم می شود که باواریا از فروش پاور تنها 3 میلیون ضرر دیده است و خلاص. پولی که برایشان ارزش 3 سامانی را دارد. در نتیجه ارتباطی ترانسفری میان ارسنال و موناکو باشد فالارین بالاگون بر عوض 45 میلیون یورو به لیگ یکمی فرانسه رفت. تیم فرانسوی با فوتبالباز 22 ساله ارسنال شرطنامه 5 ساله بسته. موسم قبل فالارین طریق اجاره در ریمز گذرانیده بود. در لیگ یکم 37 بازی گذرانیده 21 گل به ثمر رسانیده است. بزرگی پریمیر لیگ انگلیا و دسته‌های آن هم در آن است که دلخواه بازیگری لنگ و فراموش خاطرش را در چمپیونات‌های دیگر با نان و نمک پیشواز می‌گیرند. RB لیپزیگ برای آوردن بازیگران نو دور نرفته با دفاعگر اینتراخت فرانکفورت کریستوفر لنز شرطنامه زیر نقشه 1+1 امضا کرد. در صف لیپزیگ بازیگری 28 ساله تحت رقم 3 برآمد نموده. این ترانسفر فایده‌ناک خواهد بود. از آلمان اگر به کارهای سودایی اسپانی ها یک نظر کنیم، ایوان فرسنده با ارزش 9.3 میلیون یورو از وایادولید به اسپورتینگ پیوست و این هم در حالی است که بارسا هم زیاد میخواست این نفر را به دست آورد. شرطنامه او با جانب پرتغالی باشد 5 سال مهلت داشته. ارزش بعدی بازیگر 18 ساله 80 میلیون یورو مقرر کرده شده است. بر ضمن ارزش گفته شده وایادولید همچنین 10% از ارزش گزارش من بعدی فرسنده را صاحبی خواهد کرد. باید اعلام نمود که بارسلونا نخست توجه به سمت ایوان نموده بود ولی بعداً با ژائو کانسلو شرطنامه بست، چیزی را که دیرکتور ورزشی باشگاه دکو اشتباه نامید. اگر که کانسلو در مسیر موسم برای بارسا با گفت پرابلم های خالی خواهد بود پس دیگر نه ایوان فرسنده کمک میکند و نه پشیمانی دکو فایده دارد. گردش ترانسفری نوبتی میان تیم‌های ایتالیایی میلان و بالونیا را فراگیر شد. میلان الکسی سالیماکرز را با بالونیا با حق خریداری 8.9 میلیون یورو به اجاره داد. جانب‌ها در مورد گزارش فوتبالباز 24 ساله با چنین ترتیب به موافقه رسیده. موسم قبلی سری آ سالیماکرز 30 بازی گذرانید، مؤلف 2 گل و 3 پاس گلی گردید و احتمالاً با همین بازندگی میلانی به همیشگی خیر و باد گفت. بعد آنکه ممرداشویلی گرجی در والنسیا از خود سر و صدا بلند کرد
آیاکس هم با امید کورچلانی و برد بزرگی حمله‌ور منتخب گرجستان و متس فرانسوی ژورژ میکاوتادزه را با ارزش 16.3 میلیون یورو به دست آورد. این هم گرجی است که 23 گل در موسم قبلی لیگ دوم دارد. شرطنامه کاری میکاوتادزه با جانب امستردامی باشد تا تابستان سال 2028 مهلت داشته در سطح متس باشد او از سال 2019 برآمد میکرد. از 23 گل و 8 پرتافت گلی هموطنی خریچه در 37 بازی لیگ دوم به متس کمک رسان شد تا به لیگ یکم را خط بگیرد. بنفیکای پرتغالی را اجاره اولیه گیدش کمی کرد و آنها باز گانسالو گیدش را از وولفز تا آخر موسم به اجاره گرفتند. گیدش از نیمه موسم قبلی تا به حال در بنفیکا مانده قرارداد نوی بازیگر وولورهمپتون با تیم وطنش تا آخر موسم 23-24 مهلت دارد. گانسالو گیدش دست پرور بنفیکا بوده در موسم 22-23 12 بازی دایر کرد و 1 گل و 1 ارسال گلی به نامش ثبت نمود. بنفیکا که نوابسته از فایده‌ناک نبودنش و بازیگر پرتغالی بار دیگر شانس داد، برایتون سر حرکت کارلوس بالبای 19 ساله را بر عوض 23.3 میلیون پوند از لیل خریداری کرد و شرطنامه بازیگر با انگلیس ها به طور رمزی به مهلت 5 سال است. این هم دسته است که علاقه از روزهای اول موسم نو انگلیسی درد سر دسته های تاپ شده است و با چنین ترتیب ارزش چنین بالباهای 23 میلیونه تا به 40-50 میلیون بالا می رود. پورتو باشد دفاعگر منتخب مکزیکا خورخه سانچز راموس را از آیاکس تا آخر موسم جاری به اجاره گرفت. مکزیکویی در تیم نوش تحت رقم 15 برآمد کرده در موسم 22-23 دفاعگر 17 بازی در اردیویزی گذرانید، 2 گل زد و 3 مرتبه برای گلزنی همدستگان امکانیت فراهم آورد. این هم در حالی است که ناپولی پارسال قهرمان و امسال به استخوان نیم حمایتگر اینتراخت یسپر لینسترم را شامل تیم کرد، نفری که 7 گل در موسم قبلی بوندسلیگا به ثمر رسانیده بود. ناپولی در مورد جزئیات این گزارش سر و اسرار فاش نکرده پیشتر باشد خبری برآمد که شرطنامه به 5 سال است و معاشش سالانه 2.3 میلیون را تشکیل می‌دهد. هرچند که در ناپولی سیربوی نمی‌دهند، به هر حال زنک‌های لب آب بحر ترانسفری خبرها را به هر جا بردن می‌گیرند. اورتون انگلیسی با راهبری شون دایچ بهترین حمله‌ور اودینیزه بتونکال را پیراهن خویش پوشانید بعد آنکه که 25.175 میلیون پوند به ایتالیا روان کرد. حمله‌ور با دسته از شهر لیورپول شرطنامه 4 ساله بسته فوتبال بازی 25 ساله از موسم قبلی سری آ 33 بازی و 10 گل دارد و با همین بهترین نشانزن اودینیزه گردید. فولخمی لندنی هم قرار نایستاده تیموتی کاستان را از لستری در حال زار قرار داشته به دست آورد بعد آنکه روبهان 15 میلیون پوند استرلینگ در جیب زدند. شرطنامه کاری با دفاعگری منتخب بلژیا زیر نقشه 4-1 بوده فوتبال باز رقم 21 را انتخاب کرد. موسم قبلی پریمیر لیگ انگلیا کاستان 37 بازی گذرانیده 2 گل و 3 پاس گلی به آمار گرفت و یکی از گناهکارانی به چمپیونشیپ روی لستر گردید. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و بردم بمانید.